السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. به نام که هستی نامزو یافت، فلک گردش زمین آرامزو یافت. سپاس و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. پس از حمد و ستایش های زیاد و بی اعداد پروردگار حق سبحانه و تعالی را و سلام و درود بی پایان و پیامبر آخر الزمان حضرت محمد علیه السلام در این روز مبارک در این مکان مقدس از بالای منبر جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم از درگاه تعالی عاجزانه مسئلت داریم که پروردگار گناه‌های صغیره و کبیره که تا این دم از ما و جمله مسلمین جهان صادر شده از عفو و مغفرت می‌نماید. پروردگار عالم در باقی مانده حیاتمان برای ما توفیق بندگی دهد و در سرای آخرت همراهی پیامبران و علمای و صحابه و اولیا هم نفس و هم نشست شدن را پروردگار نصیب روزگار آمد. آمین یا رب العالمین. محترم جماعت، از قدیم الایام مردم با بزرگان ملت خود چه قبیله های چه دیره ها با شخصیت های برومند اهل خود فخر میکردند و آنها را به نیکی یاد میکردند، گاه از روی فخر، گاه همچون عبرت و همچون یادآوری و پیروی کردن با آنها. چون روز قیامت انسان همراهی شخص دوست داشتهاش می شود. پیامبر علیه السلام پرسیده شدند المرء یحب ان یکون مثل الرجل ولما یلحق بهم یا رسول الله. یک مرد میخواهد مانند شخصهای دوست داشتهاش باشد ولیکن نمیتواند مثل آنها عمل کند. بعضی انسانان میخواهند مانند فلانی و فلانی باشند، دوست میدارند ولی مانند آنها عمل کردن نمیتوانند. پیامبر علیه السلام در جواب گفتند که المرء مع من احب یوم القیامه. انسان همراهی شخص دوست داشتهاش روز قیامت. بنابراین وقتی که حضرت انس رضی الله عنه این حدیث را از پیامبر علیه السلام شنیدند، گفتند که ما یکان روز خرسند نبودیم از آن روزی که این حدیث را از پیامبر علیه السلام شنیدیم، چون ما مانند حضرت ابوبکر و عمر عمل کردن نمیتوانستیم ولی ابوبکر و عمر را دوست می‌داشتیم. بنابراین حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم امید داریم که اگرچه مثل ابوبکر و عمر عمل کردن نتوانیم روز قیامت همراهی آنها باشیم. بنابراین ما و شما باید از سیره بزرگان ملت اسلام باید با خبر باشیم، چون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیز گفتند که سیر الرجال احب الی من کثیر من الفقه. تعلیم گرفتن و قرائت کردن و مطالعه کردن ترجمه حال بزرگان، ترجمه حال علما برای من از بسیار مسئله های فقهی محبوب‌تر است. یعنی انسان گاه بسیار مسئله ها میخواند دارای علم میشود و علم او را برده به اعجاب و کبر و غرور برده میرساند، لیکن وقتی که سیره بزرگان، سیره گذشتگان را میخواند البته برای او تاثیر نیک میبخشد. بنابراین میگویم که قرائت سیر رجال تسری النفوس، قرائت سیره گذشتگان، تاریخ گذشتگان علی خصوص علمای بزرگان ملت اسلام برای نفسها سرایت میکنند. وقتی که شخص میخواند و میشنود برای نفسها تاثیر نیک میبخشد. و در این امت اسلام بعد پیغمبر او دیگر شخص بزرگتر از صحابه های پیغمبر علیه السلام نیست. صحابگان پیغمبر علیه السلام اون شخصیت هایی که پیغمبر خدا دیدند یا واخوردند در حیات پیغمبر علیه السلام در حالتی که به پیغمبر علیه السلام ایمان آورد. یعنی کسی که پیغمبر خدا را واخورده باشد و در آن حالت مؤمن و مسلمان باشد او صحابه نامیده میشود. صحابگان پیغمبر علیه السلام واقعا بهترین شخصیت ها بعد پیغمبرها بودند.
چون صحابگان کرام خدا در حق آنها در محکم تنزیل فضیلت مهاجران را بر انصار و فضیلت مهاجران و انصار و آنهایی که پیش از فتح مکه اسلام قبول کردند بعد آنهایی که بعدا اسلام قبول کردند بیان کرد. ثانی در دوامش پروردگار عالم گفت که وکلا وعد الله الحسنى و همه آنها الله تعالی جنت را وعده کرد. الله تعالی به همه صحابگان جنت را وعده کرد. بنابراین ثناهای زیاد پروردگار عالم می‌فرستاند. و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، اون صحابه هایی که به اسلام مسابقه کرده پیش در آمدند، دین اسلام را اول قبول کردند، خواه از مهاجرها باشد یعنی اهل مکه که شهر خود را در راه خدا ترک کرده به مدینه هجرت کردند، خواه والذین تبوا الانصار، خواه انصاری ها باشند اهل مدینه برای مهاجران و برای پیغمبر خدا نصرت دادند، دین مقدس اسلام را قوت دادند. والذین تبعوهم باحسان، و آنهایی که بعد مهاجرها و انصاریها به اینها در کارهای خیر پیروی کردند، خدا در مکافات آنها میگوید که رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله تعالی از آنها راضی شد. آنها در زنده در روی زمین بودند، بشارت پروردگار آمده بود که رضی الله عنهم، الله تعالی از آنها راضی شد و آنها نیز از مکافاتی که پروردگار برای ایشان مهیا کرد راضی شدند. و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار، الله تعالی برای آنها جنت‌های باغ‌های در آخر زمان مهیا کرد، در آخرت جنت‌های که در زیر درختانش دریاها جاری می‌شود. خالدین فیها ذلک فضل العظیم، آنها در جنت ابدالآباد حیات جاودانه می‌برند. ذلک الفوز العظیم، این واقعا ظفری بزرگ است، این در حقیقت غلبه بزرگ است برای صحابگان. گفته پروردگار ثنا فرستاد. امین گونه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نیز در حق صحابه ها ثنا و مدح فرستادند. گفتند که بعثت فی خیر قرون بنی آدم، در بهترین قرن‌های عصرهای فرزندان آدم پیغمبر شدم. یعنی پروردگار عالم مرا در یک عصر پیغمبر گردانید که بهترین عصرهای فرزندان آدم هستند. روایت بخاری. در دیگر روایت خیر القرن قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بهترین عصرها عصر من است. یعنی خدا ترس‌ترین مردم روی دنیا آنهایی که در عصر من زندگی میکنند. ثم الذین یلونهم، ثانی آنهایی که بعد اینها عصر میآمدگی. ثم الذین یلونهم، ثانی آنهایی که بعد اینها میآیند، یعنی تابعین و تبع تابعین بعد صحابه اینها بهترین عصرها هستند. چون در صحابگان کرام شخصیت‌هایی هستند که آنها شخصان عادل هستند. عادل در اصطلاح شریعت و معنای آن شخصیت‌هایی که گناه کبیره نمی‌کنند و در گناه‌های صغیره بردوام نیستند. العدل من یجتنب الکبائر و یتقی فی اغلب الصغائر، عادل شخصی است که از تمام گناه‌های کبیره پرهیز می‌کند و از اکثر گناه‌های صغیره یا اینکه در اکثر احوالش از گناه‌های صغیره پرهیز می‌کند. چون گناه صغیره، گناه معیده هم قطره دریا می‌شود. بنابراین حضرت ابن عباس رضی الله عنهما گفتند که لا صغیرة مع الاستمرار، گناه صغیره، گناه خود اگر بردوام شده می‌رود صغیره نیست دیگر، آخر کبیره می‌شود. گناه صغیره وقتی که بردوام شده می‌گیرد قطره کوه می‌شود. لا صغیرة مع الاستمرار، یعنی عادل شخصی که گناه کبیره نمی‌کند و در گناه صغیره بردوام نیست و از اکثر گناه‌های صغیره هم خودداری می‌کند. صحابه ها خداوند عادل گفته در محکم تنزیل در قرآن کریم در حق ایشان ثناهای زیاد فرستاده.